این یه ماکوان 1973 است. آخرین نسل از ماکوان‌های واقعی. سالها خوابیده و قرار دوباره بیدار بشه. در استاردی کارز خبر از تیم‌های بزرگ صحنه‌سازی نیست و تمام کارها توسط یه نفر انجام میشه. پس اگر به پروژه‌های فنی کلاسیک علاقه داری حتما پیج رو دنبال کن. زیر کاپوت ماشین یک موتور 8 سیلندر 302 قرار داره. قلبی که پس از 7 سال دوباره جون میگیره. این موتور با گیربکس C4 اتوماتیک کار میکنه و شروع کارم رو با بررسی سوخت و تعویض روغن‌ها و سپس شمع شروع میکنه. این فورد رو آوردمش بالا، ذره زیرش نگاه کنم. اینجا روغن ترانسمیشن کمی داره نشتی میکنه. ماشین اصلا خوشبختانه هیچ پوسیدگی و زنگ زدگی نداره و یه کاری هم که کردن اومدن همین جوری شروع کردن زیر ماشین رو رنگ کردن. میبینید اگزوزار هم رنگ کردن، ولی خب موتور که خوشبختانه هیچ روغن ریزی نداره. وضعیت بدی نداره. ماشین بدی نیست. رادیاتورش هم قبلا عوض شده. پوسیدگی هم نداره. پروژه خیلی پیچیده و سختی نخواهد بودیم. برای شروع باک ماشین رو باز کردم تا بتونم این بنزین کثیف رو از سیستم خارج کنم. برای تمیز کردن موتور باید این محلول رو به روغن اضافه میکردم، اما قبلش لازم بود موتور چند دقیقه روشن بشه. از یه مخزن کوچیک برای رسوندن بنزین به موتور استفاده کردم تا چند دقیقه محلول با روغن قدیمی حل بشه و موتور فلاش بشه که این روغن کثیف رو بتونم خارج کنم. بعد روغن ترانسمیشن، فیلتر و گسکت رو هم عوض کردم. مرحله بعد بررسی کامل سیستم ترمزها بود، هم جلو هم عقب. وضعیتشون خوب نبود، بیشتر قطعات زنگ زده و به هم چسبیده بودن. برای همین فنرها و سیلندرهای چرخ عقب تعویض شدن و در چرخهای جلو فقط لنت‌های ترمز نو شدن. بعد از تکمیل و تعمیر کل سیستم از مسیر سیلندرها، هواگیری، شمع و وایرها هم به طور کامل تعویض شدن. حالا که ماشین از نظر فنی دوباره جون گرفته، وقتشه ظاهرش هم نفس تازه بکشه. بعد از سالها خاک‌نشینی باید برق و جذابیتش برگرده. البته روی رینگ های 14 اینچی هم 4 تا تایر نو افتاد تا ماشین استایلش حفظ بشه.